وزیر کورهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده روز 1 سپتامبر در ملاقات با رهبر نمایندگی کمیسر عالی سازمان ملل متحد اوید به گریزه‌ها ملگه تزوید واخوری مسائل تحکیم همکاری‌ها در سمت کار با گریزه‌ها و شخصان پناهجو از افغانستان و راه‌های مفید حفظ و کمک به این گروه آسیب‌پذیر اهالی را بررسی کرده است. رحیمزاده گفت حالا در مرز تاجیکستان با افغانستان 80 عائله با فرزندان خود جمع شده از ترس و وهم قصد کشتارشان خواهش به تاجیکستان وارد شدن را دارند. او گفت وزارت کارهای داخلی همچون سوبیکت عملی نمایی قبول گریزه‌ها آنها را قبول، آموزش و به قید میگیرد و از تشخیص کرونا ویروس میگذراند، با آنها صحبت‌های انفرادی میگذراند، شخصیت آنها را معین میکند تا اعضای سازمان‌های تروریستی زیر نقاب پناهنده وارد تاجیکستان نشوند. گنرال رحیمزاده با اظهار نگرانی از وضع افغانستان گفت نامعینی قدرت سیاسی، نداشتن نظارت پوره از بالای گروه‌های مسلح و حالت بد بشردوستانه در این کشور زمینه‌های مساعد را برای ناآرام ساختن وضع در منطقه فراهم آورده است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه به گریزه‌ها و شخصان پناهجوینده توجه خاصه ظاهر نموده برای حمایت حفظ حقوق و امنیت آنها تدبیرهای ضروری می اندیشد. به حساب او تنها در 15 سال اخیر در جمهوری تاجیکستان زیاده از 3000 عائله های گریزه ها از افغانستان ثبت شدند که شماره اهل عائله آنها 15000 نفر را تشکیل می دهد. اینچنین در دوره غصب افغانستان از سوی طالبان 5000 خدمتچی حربی به قلمرو تاجیکستان عقب نشینی کرده دوام یک هفته در داخل تاجیکستان با شرایط مساعد تامین کرده شده سپس با راه آسایشته آنها به وطن برگردانیده شدند. با مقصد ساختن لاگرها هنوز از جانب جمهوری تاجیکستان برای قبول گریزگان در ناحیه‌های جیهون، شهرتوز، فرخار، شمس‌الدین شاهین و ولایت مختار کوهستان بدخشان 70 گکتار زمین که ساختن انفراساختور مطابق را تقاضا می‌نماید جدا کرده شده به تشکیلات و سازمان‌های دخل‌دار برای کمک پیشکش شده بود. اما گفته است رمضان رحیمزاده در دوام 20 سال از جانب یگان سازمان و تشکیلات‌های بین المللی جهت بنیاد انفراساختور برای قبول گریزه‌ها و شخصان پناهجوینده کمک عملی احساس کرده نشده است. بنابراین در حدود جمهوری تاجیکستان امکانیت قبول زیاد گریزه‌ها و پناهجویان وجود ندارد. رمضان رحیمزاده خواستار کمک کمیسریت عالی پناهندگان برای تعمیر و تجدید مرکز موقتی قبول و به قیدگیری گریزگان و شخصان پناهجوینده واقع در جماعت دهات 5 ناحیه جیهون ولایت ختلان و فراهم آوردن شرایط مساعد برای قبول و جابجاکنی گریزه‌ها و شخصان پناهجو شد. در خاتمه واخوری جانب‌ها اظهار نمودند که همکاری‌ها را در سمت کار با گریزه‌ها، پناهجویندگان و شخصان بیشهروند گسترش خواهند داد.